تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. شنوندگان عزیز، علاقمندان گفتارهای ادبی رادیوی فرهنگ، حالا از سلسله گفتار تازه انگارها از خوان ایجادی نویسنده نامدار تاجیک بهمنیار از کتاب سرمده حکایه های دلپذیری را در قرائت نامزد لمحهای فیلولوژی عبدالجلیل امان به سمعتان میرسانیم. بیوه مرد. این قصه از یادها زدوده شده بود. کسی آن را یاد نداشت مگر ملای سیه پیر بخاری زاده. او هم تصادفاً به خاطر آورد، زیرا در اون ایام که این ماجرا پیش آمد ملای روز بچه اکی بود. آن وقت آوازه بخاری زاده اول تا به آفاق رسیده بود، چرا که از ضرب دم و صفش پوستکای کفشکن قائم گشته به هم در می افتادند. همین ملایان سرمده از زمانی کیومرث و جمشید تا به دوران شیرک خال و یزدان مله در تاریخ نامه ها تنها با یک نام بخاری زاده یاد شدند و من بعد اگر شجره سرسبزشان از خزانه وقت گزنده نبیند همین طور یاد خواهد شد. از بس که نسل امروزی سرمدهیان فقط بخاری زاده مهتر و کهتر را یاد دارند، یکی را اول و دیگری را ثانی می گفتند. هرچند تاریخ گواه است که بخاری زاده های اول و ثانی گبر و آتش پرست بودند و به دشواری بدین حق گرویدند. ها اگر تاریخ این دودمان را بنویسیم که یک کتاب عظیم می شود که به قول خالدار چیلدروغ یک خرارابه به زور می کشد. در هر صورت صدای 20 نه مرا وقتی چونین کتاب نوشتن می دهد و نه شما را وقتی خواندن. از این رو گوش رضا به من نهید تا قصه بیوه مرد را برایتان حکایت کنم که آن را بخاری زاده ثانی تصادفاً به خاطر آورد و نخست به یزدان مله سپس به کمینه باز گفت. ملا بخاری زاده هر یک نوشته مرا با توجه زیاد می خواند و بر حق گیله گذاری می کند که من هر یک فردی ده را چندین ره در قصه های خود ذکر می کنم و چون او یک شخصیتی معتبر را قطعی نظر. بخاری زاده ثانی یک روز مرا نزد خود خواندند و 99 مهره تسبیحشان را یک ره چرخاندند و بعد به قصه آغازیدند که من خیلی کوچک بودم. رویدادهای وقت را به عقل چشم می دیدم نه با عقل سر. زمان نیز پرحوادث بود، سایه رفشان‌های زیادی داشت، گاهی نمی‌دانستی که نیک کجاست و بد کجاست. از کرامتش گردم خداوندی عزوجل گاه ذرات خون شر را که شما امروز گینش میگوید در 7 پشت یک دودمان آرام و بی‌ضرر گردانده، بعد آن را در رگ‌های یکی از آنها به طغیان می آرد که نظیری آنها را کم ندیدم. این مردی که من میگویم البته نامی داشت، از بس که همه بیوه مردش میگفتند و همینطور نامش میبردند این لقب نامش شد و ماند. ابا و بابایش کی بود نمیدانم. چون در کوچه های ده پیدا می شد ما بچگان بیوه مرد آمد گویان خود را به هر کنج می زدیم. بزرگسالان نیز از دیدارش ایبا می کردن، نه به سور می خواندنش نه به سوگه. مردی قوی هیکل بود بیوه مرد. چون این صورت و اندام را من بعد در خال دیوزور دیدم. انگار خالق بیوه مرد را برای نان خوردن و کار کردن و خواب رفتن آفریده بود و بس. زیرا چون خر کار میکرد، چون گاو نان میخورد و چون خرس از گاوگوم تا خروسبانگ خواب میرفت. من تا حال حیرانم که چرا مردم وی را که هنوز زن ندیده بود بیوه مرد میگفتند. تاکی 40 رسیده بود سنش. چی خیال داشت در سر کسی نمیدانست، ولی یک نفر ثوابجو پیدا شد و مردم را به بی‌پروایی و
بیغمی متهم کرد که های مگر زمان آخر شد که مهر و شفقت دیگر نمانده است؟ پیشی نظرتان جوانمرد خار و نیزار می‌گردد، شاید امید از لطف و مرحمت ما و شما دارد. مگر انصاف است که او را به نصیب از رزق خداداد گردانیم؟ ثوابجوی در این ده مانده است یا نه تا ثواب یک بنده مؤمن را بگیرد؟ بعد این گپ 2-3 نفر جمع شدند و پیر دختر را از دیغ همسایه تگی چشم کردند و یک نفر را نزد بیوه‌مرد فرستادند که نظر او را در این باره بفهمند. بیوه‌مرد هی نیو نستان کرد که همین قدر سال به درد سر میگشتم، حاجت به کسی نمی بردم، از این خود را بد حس نمی کردم، باشد که باقی عمر را به تشویش و درد سر به سر برم. مردی میان رو از برجاماندگی و دستنگری پیری یادآور شد و از اغوای شیطان و گناه کبیره حرف زد و بیوه‌مرد را از زنگیری مائل کرد. اما بیوه‌مرد چون میان رو را تا دمی در گسل میکرد، بناگاه سرخ و سفید شده اقرار کرد که وی نمیداند با زن چی باید کند. مرد قمقم و نول به نول ماندنی کبوتران، به هم پیچیدنی ماران، تن به تن ساییدنی اسبان، گردی هم چرخیدنی گنبوسکان را به ار افزودنی زمین لرزه شبی اول و چرخافلک های شبهای دیگر چنان به شفق و ضعف حکایت کرد که بیوه‌مرد صد افسوس خورد که در این کار خیر هی تأخیر کرده است. 1 هفته پس سور شد و نکاح شد و پیر دختر دیهی همسایه را به بیوه‌مرد دیهی ما سپاریدند. شبی نخستی عروسی آرام و به حادثه روز شد، اما شبی دوم و شبهای دیگر مردمی گذری پایین را خواب نمی برد. مردم گذری بالا به گوشهاشون پخته از خسته در تابستان گرم در و تریزه ها را بسته به زور خواب می رفتند، زیرا با فرارسیدن تاریکی داد و فریادی پیر دختر بلند می شد. سگای ده به یک آواز به آن جور می شدند. فرصت پس گویا به دهانی ده پخته می خواستند که دمش به درون می زد. کوه پشته های خواب پریده نو سر به گریبانی غنب می کشیدند که باز داد و فریاد هم ده و هم کوه پشته ها را تکان می داد. بدین منوال تا سحر و اهل ده را ایامی سنگین پیش آمد. دیگر کسی نمی یاریست که زن یا دختری قدرسش را پشتی کار فرستد، زیرا بیوه‌مرد کشاله می شد از پسش همانا. گردنش کج بود بدزاد را، لیک چون خلوت می یافت چنگ می زد به پیراهن و پاجامه زن و دخترها. دیگر زن یا دختر هیزومچینی یا به سراغ گاو و بزی گم شده و درمانده نمی رفت، زیرا حاضر و ناظر بود بیوه‌مرد در همه جا. گابین خودمون می گفت بخاری زاده به قضای حاجت نیز شب کسی نمی برآمد. کار تا به جایی رسید که وی نه تنها به زنان و دختران بلکه به حیوانهای مادینه نیز به چشمان خون گرفته شهوانی می نگریست. دیگر مردم از بی نگهبان ماندن حیوانها نیز ترسان بودند، هرچند که چشم ترس 4 تا و چشم غر 1 تاست. باز در غفلت ماندن مردم. در ده جوان زنی بود با نام مهربانو، شوهرش نیز جوان مردی با آر و ناموس بود. دوستانه و شادانه زندگی میکردند، هرچند به گفتی شما طبیعت و به گفتی ما خداوند لایق فرزندشان ندیده بود. همین بیچاره مهربان و قربان نفسی شهوانی بیوه‌مرد شد. هرچند بیوه‌مرد رو سرش نه و دیگر قسمتش خوب کار میکرد، باز پی برد که تا روز و درده است مردم از او چشم نخواهند کند. از این رو عقل ناقصش رسید که آنها را در غفلت ماند. یک روزی روشن از ده غیب زد، شاید به کسی گفته است وگرنه آواز پهن نمیشد که به مرد کاری رفته است. مردم اول به این آواز باور نکردند، چون 5-6 روز درکی از او نشد نفسی آسوده کشیدند. زنان و دختران به باک پی کاری همه روزی خود شدند. حتی جسارت نموده به پشته های نزدیک هیزومچینی رفتند. بچگان را باز
قی و چوبشان در تنکوچه های ده تنین انداخت و مهربانو در کمری گوروبه به چنگی بیوه‌مرد افتاد. اون وقتا کمری گوروبه از موضع های سردرختی سرمده بود. حالا تو آن را چونین لوچ و اوریان میبینی. در 50 سال آخر مردم آن قدر درخت ها را قیر کردند که شاید در 500 سال پیشین این قدر نابود نکرده بودند. در یکی از غارهای همین کمر بیوه‌مرد پنهان شده بود و اون ذخیره‌ای که برای 1 ماه از خانه آورده بود قوطی روز میکرد و پشتر و پراهه ها را زیر چشم که مبادا کسی پیدا شود او بیخبر ماند. از این رو با کمری گوروبه هیزمچینی آمدن مهربان را زود دید و ناعیان نزدیک شده به او در افتاد. بیچاره زنک یک چشم بیوه‌مرد را دیدنش همان بود و بیهوش افتادنش همان. صبح برآمده بود مهربانو بیگاه به ده آمد. هیزمچینی رفته بود لیک یک چینگه هم ناورده بود. دمدوز شد زنک، حرف نمیزد و پرسشا پاسخ نمیداد. شبا خوابی کابوس میدید مگر داد و فریاد کنان بیدار میشد. و بعد یک روز شوهر جسد زنی خود را در آغیل آویخته یافت. پس از گور و چوب مردشوها آوازه کردند که زنک حامله بود. به آر و ناموس بود شوهر مهربانو. پس از 3 زنش را دادن. روز دیگر تفنگ برداشت و فرازی گوروبه را بالا شد. از کجا پی برد که بیوه‌مرد آنجاست؟ از کجا فهمید که زنش قربان نفس شهوانی آن دیو سیرت گشت؟ کسی نمیدانست. حالا من تخمین میکنم که میگفت بخاری زاده وی به گوروبه رفتن و از آنجا با وضع غریب بازگشتن و پیامدهای دیگر را دیده نتیجه گرفته بود. ساعت پس صدای تیر در کوه و پشته ها عکس انداز شد و همانا فریاد جانکاه نیز بلند گشت و بعد سکوتی ناگوار لحظه کوه و ده را در مشت خود فشرد و رها کرد. جوانمرد از کوه پایین آمد. 2 جوانمرد دیگر با راه آمدن او بالا شدند. ساعت پس جسدی بیوه‌مرد را روی شپه های برس گذاشته و زکشان آوردند. خوب مصلحت کردند که با جسد چی کنند. به خلاصه نامدند. بخاریزاده بزرگ را دعوت کردند. بخاریزاده اول لحظه سکوت رفتند. سری بیوه‌مردی مقتول و بعد تف کردند و حرفی نزدند. برگشته رفتند. از این حرکت ملای معتبر مردم به طریق خود پند گرفتند و جسد بیوه‌مرد را به گورستان نه باز به کفنی مرحومها چنگ زند گفته در یک پشت گور کردند. و سال چند گذشت و گنبز گورش به زمین هموار شد و به قول بنام ماند از او و ننشان تا آن دم که یزدان محله نام شخص به دنیا آمد و به وای رسید و آراسه سیاه نام دختری را زن کرد و یا شاید اول به بیوه‌زنی همسایه عاشق شد و بعد زنش را سر داد و بخاریزاده ثانی بیوه‌مرد را به یاد آوردند. اما این قصه دیگر است. بیوه‌زن. کسی نمیدانست که در سرمده چند بیخ درختی بید است و به دانستن هم نفر هوسمند نبود. های مگر کار نداریم که بیشمریم چند درختی بید در کنار راه سری پشته های سرمده است. شاید بخواهد که خدنگ و زرنگ و برس و مرسش را نیز بیشمریم. گول نبود که با سوزن خرمن باد دهد. اما ضرور افتد سنگ و سنگچه های طلاقی مرزیچ را هم می شمرده ای. همینطور ضرور افتاد و شمردند که در کنار راه سری پشته های سرمده یک کم صد درختی بید بود است. باز که شمرد گویم باور نمی کنید، نگویم از قصه به خبر می مانید. اگر حق گپ را بگویم گرفتاری پرحرفی شدم، چیزی را در دل نگه داشته نمی توانم. دکترهای شناسم می گویند که نگه ندار سیل میشی. خوش، هیچ تخمین زدید که کی شمرد؟ پس کوچ رو فرا دارید که سخنم را شمال نبرد، تاقی رو با دست گیرید که سرتون را از حیرت ترک نکند. تنبلترین مردی سرمده یزدان محله ملقب به آرزو شمرد. اگر دروغ گویم به یک سخن که عادت کردی همیشه نوگی زبان است.
خوش. همین یزدان آرزو یک روز میانش را درست بسته، تمام گرده و جگرهای عالم را به عاریت گرفته، زنش را یعنی آراسته سیاه را چنون 3 طلاق سیاه کرد که حتی با راه حلاله آن را سفید نمودن امکان نداشت. این محله زنش را طلاق داد و روزی دیگر از خواب خست دریافت که بیوزنی همسایه را های کلمه موافق نمیابم. خب گفتم که دیوانوار دوست می‌دارد، یا شاید وی اول بیوزن همسایه را دیوانوار دوست داشت و بعد زنش را طلاق کرد، یا چنان که گفتم اول طلاق کرد و بعد دوست داشت. خدا نداند، ما نمیدانیم. حقیقتی واقعی این که چون یزدانی محله زنش را برده خانه خوشدامن ماند و روز دیگر میشمیش مانای ویژویژی مگس در ده تنین انداخت که او با بیوزنی همسایه چشم خرید دوخته است. در زمان آراسته سیاه بالای منبر ای بام خانه پدر برآمد. یک دست را کمان ساخت و دست دیگرش را شمشیر. اول بیوزن را شرط برید و تیرباران کرد که هی رویه کرد به هر دو رو سیاه گردد. نانی گزیدت را فرو نبری، زودتر مردم چلپکی گرمت را بخورند. در 4 سال 4 شوهر را به سرش آب ریختی، اکنون یزدانی ساده ای مرا تگیچش کردی. از این هم کام میبرداری و به اون 4 تن شریک نصیب میگردانی. پس از اون بیوفا طبع دل خایدن و فرو بردن و قی کردن. آراسته رو به خانه شوهری سابقش آورد و دشنامهای حبابه را از طلابی دهانش دماندن گرفت که هی از آن اون بیوه شکر دارد که مگسمانا چسبیدی. هی تو که سوراخی موش را از سوراخی فرق نمی کنی صدقه سرم، پیشی یگانه می روی یا پیشی جوانه، اون بیوه سرخور حسابی تو را همه یابد. اگر در آب غرق شدی یا در آتش سوختی یا از جر پریدی نامم آراسته نباشد اگر روی کفنت نرقصم. آراسته سیاه خوب دل خالی کرد و از بام زیر آمد و لیکن باز چیزی به خاطرش زد که باز پس روی بام برآمد. تمامی آبی دهانش را جمع کرده اول سوی خانه یزدان بعد سوی خانه یگانه تف کرد و به قول علمش قرار گرفت. یگانه را بیوه سرخور گفتنی آراسته به سبب نبود. سیاه بخت 4 بار شوهر کرد و 4 هم به فلاکت جوان مرگ گشت. شوهری نخستینش 3 روز پس از ازدواج شبانه لبی کف گرود غست کلی فرو آمد و یا دست و پایش چنگ شد یا به کام گرداب افتاد که روزانه جسدش را از تنک آبی میژگان یافتند. شوهر دیمش هیزمچینی رفت و در ریزی فلخمون سنگی به سرش زد و مرد. شوهر سیمش را یابوست گرفت و با عذابی علیم جان داد. شوهر 4مش که صیاد بود زیری ترمه ماند. از این رو 3 سال است که دیگر طلبگار پیدا نمی شد، هرچند بیوزنی تنصیحت و ستارگر می بود. اما یزدانی آرزو زنش را طلاق مغلظه داد و روز دیگر از خواب برخسته یقین کرد که به بیوزنی همسایه دیگر 1 دقیقه نفسی آسوده کشیدن نمی تواند. بیچاره هی طاقت کرد که ثوابجوی یزدان چه حال داری گویان از در سر می خلاند و یزدان با او درد دل می نماید. اما ثوابجو انگار نبود، یا باشد هم ثواب یزدان را گرفتنی نبود. و یزدانی آرزو ناراحت شد و یک بیگاه کوچه های ده را خلوت یافته عازم خانه ملا بخاریزاده شد. ملا بخاریزاده این دم کلاه را، پیراهن را، تونبان را، حتی چارخی پایشان را چپه پوشیده بودند و با ورق چپه چیزی می نوشتند های افسونگری دارند. با دیدن یزدانی ملا کیفشان پرید. زود به خانه اندرون رفته لباسهایشان را راسته پوشیده آمدند و به پیشگاه گذشته 4 زانو نشسته تسبیح را چرخانده زیر لب تکبیر گفتن آغازیدند و بعد 99 مهره را چرخاندن سر برداشتند و به معنای خوش به یزدانی ملا نگریستند. یزدانی ملا زیری آب و عرق مانده درد دلش را گفت.
بخاریزاده با کمال میل او را گوش کردند و باز به چرخانیدن دانه های تسبیح پرداختند. 99 مهره را در ذکر 99 نام خدا گرداندند و بعد پرسیدند نمی ترسی؟ از چی بترسم؟ به یاد آور مثلی را که روباه از دهان دریده گرگ و گردن شکسته کفتار پند گرفته بود. من هم برای چاره این کار را یافتن نزد شما آمدم. بخاریزاده باز 99 مهره را یک ره چرخاندند و سپس اندیشمند گفتند اینجا فقط یک راه است. اگر زن راضی شود او را به درختی بید نکاح باید کرد. یزدان مله را دمش به درون زد. چشم حیرتزا و بخاریزاده دوخت. ملا رحمش را خوردند و شرح دادند بید درختی مبارک است. اون بلایی که باید به سری تو آید به خود میگیرد، یعنی خشک می شود. درخت را تو باید انتخاب کنی و وقت نکاح زیری آن تو باید نشینی. شما مرا مسخره میکنید؟ آیا شنیده که بخاریزاده به 66 در آمده کسی را مسخره کرده باشد؟ من به تو کاری آزموده را میگویم وگرنه تو میدانی و آرزویت. هرچند یزدان آرزو 32 سال عمر داشت و بخاریزاده 66 هیچ در این 66 سال یاد نداشت که ایشان کسی را مسخره کرده باشند. از این رو کمی سر به گریبانی اندیشه کشیده، دست به جیب مراقبه انداخته، نشست و بعد از جای خسته گفت بگذار گفته شما شود. شنونده های عزیز یادرس می شویم که شما حکایات را از کتاب سرمدیح نویسنده بهمنیار از سلسله گفتار تازه انگارها در قرائت نامزد علم های فیلولوژی عبدالجلیل امان از موج رادیوی فرهنگ شنیدید. کارگردان موج گل یوسفова. انجام گفتار 33 شاد و موفق باشید.